خب کارمندان عزیز، من نمیخواهم از گذشته یاد کنم، اما امروز در اینجا قاعده دیگر است. حق خدمت یعنی چای پولی اختیاری است، اما حلال کاری حتمی است. هر کسی به مزاج یا به کارمند یعنی به یکدیگر به احترامی میکند، همان لحظه از کار رانده می شود. شما دیروز کوسه و طبق میشستید و امروز به ما درس اخلاق میدهید؟ بله، درست. محض برای اون که من از پسترین زینه ها آغاز کردم، من خوب میدانم که در اینجا چه چیزها بی‌عدالتی است. روید از پس کار شوید. مرحمت. سلام اکا. خیر، خوب، تنج؟ با کورسی عادت کرده؟ می شود قریب. این داروها را از خارج به واسطه اویاکارگو به ما دسترس کردن. فقط نپرس که چند پول، این حق برابری. مرحمت. تشکر زیاد اکا جان. راستی من نمیدانم این خوبی‌های شما را چخیل جبران کنم. تنها با یک چیز، این طرف خانه را با مکان عدالت تبدیل ده. چون آدما که اینجا آمدن خود را با عزت حس کنن. سلامت باشین. برای کاش کنم. خب. مرحمت. حسابی شما. سلامت باشید. من 50 سومان. 20 سومان دیگر حق خدمت. نفهمیدم. برای چی؟ حق خدمت 20 سومان دیگر. مرحمت. رستم، من چی گفته بودم؟ شاید این آخرین پولهای موی سفید باشد که برای چای نوشیدن آمده است. پولها را برگردان و زود از آن کس بخشش پرس. زود. ببخشید آقا جان، کمی نافهمی شده است. زود رو از پس کارایت شو. تشکر دخترم. سلامت باشه. من با همراهی خدا رحمتی همسرم گاه به اینجا آمده طعام میخوردیم و درباره نوخانه‌داری همون یادآوری میکردیم. اکنون دوام 1 سال میشود که او همراه من نیست. به عالم ارواح سفر کرد. امروز خواستم برای یادآوری آن روزها اینجا کمی باشدم خودم رو
روح بلند سازد. بسیار کار خوب کردین تقال جان. زیر نشوید. شما هر وقت که خواهید اینجا آمده می توانید. در ما همیشه برای شما باز است. مبلغ هم نداشته باشین، طعام های ما برای شما رایگان است تقال جان. سلامت باشید. خوش آمد. من برای نیکی هایتان از شما بسیار منت دارم دخترم. سلامت. خوش آمدین. سلامت باشید. تشکر برای نیکی هایتان دخترم. سلامت باشید. خوش آمد. алло сардори нав ба корам халал мерасонад бояд ягон илоҷашро ёбам اگر نتیجه ها دقیق همین گونه باشند مجبور می شویم که به خارجه بریم. به خارجه؟ درست است. من هم همین توصیه را داده می توانم. دیگر راه وجود ندارد. ها، یک برادر از خارجه دارو آورد. یک بار شما بینید و وقت ساعتش رو معین کن. اینها گرانترین داروهایی هستند که نه هر کس آنها را دسترس کرده می تواند. خدا را شکر که در جامعه ما نفران خیرخواه هستند که به شخصان نیازمند دستیاری دراز می کنند. راست. خدا را شکر. انا این ریجه استعمال داروها. راما. خوش آمده. خوشم. سوزی بچم. دادت خوبم بیدار. خواب است. ترا بازی کن بچم مناسی. سلام داداش. омадӣ ها آمدم. соҳиб хона омода буд барои пули иҷора حل میکنه. شما زد نشوید. این داروها رو از خارج فرستادند. من حاضر میایم. мадина لبه. мегӯянд ки ту ҳоло роҳбар ҳастӣ оё ин ҳақиқат дорад همه خیلی. ягон кори хато накардиам عزیزم در این مسئله دلتون پر باشد. من برای شما و فرزندم هیچگاه لقمه حرام نمیارم. مردک خونه این همه میوه صبر ماست. دلتون پر باشد.
عبدالله جان رفت خوب کن بچم دیر شد. این مراجعت من به مردمی مسکو و مسکو هستم. برادران عزیز السلام علیکم. هر نفری که در مسکو قرار داره میخوای که یک تلفن در حال به پدرت دسترس کنی، به مادرت دسترس کنی، یگان دارو، یگان درمانی، یعنی که چیزی که باید در حال با صفت و کچست و با باوری بیاید، شرکت اویاکارگو در مسکو در چی از بازار فود سیتی برادران یا دارو روان میکنی، تلفن روان میکنی، مهم نیست چی با اشیایی که میخوای روان کنی، در مدت یک روز شما را اوزال شما را بار شما را آورده بر دوشنبه را میرساند. مسکو فود سیتی تاجیکستان دوشنبه برادر. رقم داره اکران اویاکارگو باوری با دیلیپر در فود سیتی در مسکو. خدا نگهدار. التماس لایک کامنت را فراموش نکنید. اویاکارگو باوری برادرای خدمت. سلام علیکم.